عشق یه چیز علکیه. عشق یه احساسیه که تو مغز ایجاد میشه با هورمونای شیمیایی، ترشح هورمونای شیمیایی. میتونه یه درجه بالاتر از دوست داشتن باشه. عشق یه چیزیه که تو زندگی همه باید اتفاق بیفته و چیز خیلی مهمیه، ضروریه و بدون عشق به نظر من زندگی بی‌معناست. به نظر من خدا عشق رو تو وجود آدمی گذاشته که فقط و فقط واسه تولیده نیست. وجود اومدنش خیلی سریع اتفاق میفته ولی از بین رفتنش چند ماه طول میکشه. چیز خوبی مقدسه. بستگی داره چون شاخه های درازی داره. اونی که میذارن سر راه دل آدم برای بعضی یه نشونه، یه علامه، یه دعوت بمونی که آدمو بکشونه به وادی خودش. آخه بعد یه دفعه از اون میره این دفعه یه فقط میگه باید ازش بریم. یه چیزی رو دوست داره، وقتی از دوست داشتن رد شه دیگه میشه عشق. مثلا میگم آقا من تخت خوابم رو دوست دارم، مثلا دوست دارم شب برم اون تخت خوابم بخوابم، ولی عاشق تخت خوابم نیستم. به قول گوگوش اول و آخر هر عشق هوس. عشق یعنی هوس، هوس نافرجام. وقتی به فرجام رسید دیگه عشق نیست. مثلا نامزدم رو دوست دارم ولی نمیتونم مثلا با دوست داشتنی که با تخت خوابم هست مثلا مقایسهش کنم. واسه میشه یه جورای عشق. حالا هر کی که بتونه یه راه رو بهتر طی کنه میرسه به وادی بالاتر. شاید اون موقع بفهمه که معنی عشق چیه. خیلی خوبه دیگر همینا. سوال بعدی برای تو عشق چیه؟ آشغال. نه صبر کن برو.